با عرض سلام خدمت عزیزان. آقا هممون این مشکل رو داشتیم که بعد یه مدت کفکش دیگه میگیم اون قدرت اولیه رو نداره یا ضعیف شده. خیلی وقتا میبریم تعمیرکار، حالا نگاه نکرده میگه این نیمسوز شده، یه هزینه جزات میذاره گردنمون. آقا وقتی کفکشتون ضعیف شد یا اصلا به اصطلاح آبون نکشید، میای زیرش رو باز میکنی، یه پرده داره، آب از اینجا میره توش، از این ور با فشار میزنه بیرون، همون نیروی گرز از مرکز. خب این وقتی به مرور زمان توش خاک و جلگیر میکنه، شما فرض کن از این همه پری یا میبینی یکی دو تاش بازه، خب این معلوم اون قدرت اولیه رو نخواهد داشت. اینو میارید با سیم محصول میکنی توش، از اینجا باد میگیری، از اینجا هر چی رفته باشه توش میپاشه بیرون. خب اینا رو تمیز میکنیم. این نازو شلا من اینو بستم روش تست کردم، اون قدرت اولیه رو ازش گرفتم، حالا به خاطر توضیح به شما دوباره باز کردم که کلیپم بگیرم ازش. حالا اگه این مشکل رو داشتین از این روش استفاده کنین، حتما جوابه. یا علی